سلام می‌فرستم به همه اون عزیزانی که این لحظه ها با من پیوستند. شعله گل خوجه هستم، بازم در آغاز یک صبح نو در روبروی شما عزیزان و سپاس میگم که شما باز یک روز خودتان را به ما و با شنیدن خبرهای تازه تاجیکستان و جهان میبخشید. امروز 31 اکتبر است، روز آخرین ماه اکتبر و امیدوارم که روزتان را به خوبی شروع کرده باشید و چند دقیقه خودتان را برای شنیدن خبرهای تازه میبخشید. خب چون معمول شروع میکنم از وضع باد و هوا در سه کشور تاجیکستان، روسیه و البته پراگ که از پراگ عزیزان ما با شما صحبت داریم. امروز هوای ما در پراگ پایتخت جمهوری چخ آفتابی می شود، هرچند این صبح خیلی سرد بود، اما طبق پیشگویی گرمی هوا در دوام روز به 15 درجه می رسد. هوای مسکو پایتخت روسیه که اونجا اکثر مهاجران تاجیک کار و زندگی دارند ابری و سرد باقی میماند. احتمال می رود که هوا همگی 1 درجه گرم باشد. امروز هوا در دوشنبه بارانی پیش بینی می شود و حرارت هوا به 12 درجه برابر خواهد بود. امیدواریم بعد باد افغانی چند روزه ساکنان کشور امکانی به اصلاح آزاد نفس کشیدن را پیدا میکنند. خب باد هوا را گفتم بینندگان عزیز و رو میارم به خبرهایی که حالا در دست دارم. قرار است امروز ولادیمیر ژیرینوفسکی با سفر کاری 3 روزه به تاجیکستان بیاید. انتظار می رود که رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه با رئیس پارلمان، وزیر امور خارجه و نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان ملاقات نماید. ملاقات او با استادان و دانشجویان دانشگاه اسلوونی تاجیکستان روسیه نیز در نظر است. مقامات تاجیک گفتند که ژیرینوفسکی و همراهانش را به تماشای قلعه حصار و سرخانه شرکت آلومینی تاجیکستان تالکو و انگورزارهای وادی حصار نیز میبرند. ولادیمیر ژیرینوفسکی با صحبت‌های زید و نقیضش در موضوعهای مختلف مشهور است. از جمله اظهارات او درباره کشورهای سابق شوروی و مهاجران کاری بحث‌های را به میان آورده بود. این سیاستمدار پرمجرای روس تا خواستار احیای SSR شده به آن چند کشور از جمله تاجیکستان را دعوت کرده بود تا پیشنهاد کرده بود که روسیه با تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی ویزا جاری کند. خب با هم منتظر میشویم که این سفر ژیرینوفسکی به دوشنبه چی نتیجه میدهد و او درباره تاجیکان باز چه حرفی تازه خواهد گفت. دادگاه نویه حصار حکم 2 نابالغ را که در تجاوز به ناموس یک دختر 7 ساله متهم می شدند اعلان کرد. این 2 نابالغ که با سبب خردی سن و سال نامشان نشر نمی شود با قرار دادگاه به مهلت 7 سالی از آزادی محروم شدند. حکم نابالغان هفته گذشته صادر شده هنوز قوه قانونی نگرفته است و خویشاوندان محکوم شده ها حق دارند دوام 10 روز از بالای این حکم به زندانهای بالایی شکایت کنند. هر 2 نابالغ در دادگاه به گناهشان اقرار کرده اظهار پشیمانی نمودند. دادرس بعضی پلوهای سبک کننده را به نظر گرفته به نابالغان 7 سالی حکم داده است. نابالغان یکی 14 ساله و دومی 15 ساله ساکنان دهه کنچی حصار در تجاوز به ناموس دختری همسایه گناهگار اعتراف شدند. هر 2 خانواده هم از صحبت با رادیوی آزادی خودداری کردند و طوری هم معلوم شد هر 2 این خانواده هم چندان دارا نیستند و زندگیشان از پول مهاجرت پدران پیش می رود. خبر تجاوز دختر 7 ساله و خواننده صنف یکم مکتب رقم 114 در حصار اول ماه ایون سال جاری رسانه‌ای شد. تفتیش اول حادثه را مقامات کارهای داخلی و دوستانی نویه حصار انجام دادند. در برابر 3 خانواده همچنین در این حادثه پای مسئولین مکتب و محله هم کشیده شده بود و طوری اگر شما در خاطر داشته باشید 2 هفته پس از رسانه‌ای شدن این خبر 2 مدیر مکتب از مقام‌هایشان برکنار شدند. تشخیص روز 11 ایون نیز معین کرده است که دختر مورد تجاوز قرار گرفته است. خود دختر اقرار کرده است که بعد آزار و اذیت پسران همسایه در گلویش کارد مانده به او تهدید کردند که در این باره به کسی لب نگشاید. با اینکه حکم تجاوزگران این نورس 7 ساله بعد بحث‌های طولانی صادر شد و آنها اکنون چندین سال جوانی خود را پشت پنجره سپری خواهند کرد، اما سرنوشت قربانی تجاوز جنسی که در یک جامعه سنتی بزرگ می شود و موضوع بکارت در خوشبختی هر دختر نقش مهم دارد تا هنوز ناروشن خواهد ماند. روانشناسان هم میگویند آزار جنسی که یک نفر در کودکی دیده است تمام عمر او را اذیت میکند. از این خاطر روانشناسان برای پیشگیری از چنین حادثه ها با قربانیان تجاوز جنسی توصیه میدهند که به جای سکوت و پنهانکاری برعکس به پلیس و سازمان های عافیت رسان مراجعت کنند تا آزار دهنده کودک حتما جزا بیند، وگرنه خطر آسیب دیدن کودکان دیگر هم بیشتر می شود.
در شهر دوشنبه کتاب در رابطه با مبارزه‌های احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان به نشر رسید. این کتاب مسعود در نبرد استخباراتی نام دارد و به قلم رزاق مامون روزنامه‌نگار و نویسنده معروف افغانستان تعلق دارد. فخرالدین خالبک روزنامه‌نگار توجیک این کتاب را از فارسی به خط کیریلی برگردان کرده به دست چاپ سپرده است. در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از نشر این کتاب آن است که مردم تاجیکستان از مبارزه‌های احمدشاه مسعود در زمان جهاد علیه اتحادیه شوروی و دوران مقاومت با طالبان بیشتر آگاهی پیدا کنند. فخرالدین خالبک میگوید این کتاب با ابتکار بنیادی شهید احمدشاه مسعود در دوشنبه به چاپ رسید و بدون اضافه نرخ اضافی به فایده و فروش گذاشته می شود. به گفته مرتب این کتاب مستند از مبارزه‌های استخباراتی احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان با خدمات جاسوسی اتحادیه شوروی و ریاست اکتشاف دولت پاکستان، رژیم کمونیستی کابل، همچنین حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، طالبان و القاعده قصه میکند. بنابر گفته مؤلف کتاب علیه احمدشاه مسعود بیش از 600 برنامه ترور تحریزی شده بود که او با مهارت و استعداد ویژه آنها را به سادگی ردیابی کرد و جان به سلامت برد، به استثنای یک عملیات تروریستی که 9 سپتامبر سال 2001 به زندگی او خاتمه بخشید. و رو میارم به خبرهای دیگر. مفزونه و بیبی روبیا دخترمکای 3.5 ساله از دهه شوخ جماعت دهاتی 20 سالگی استقلال نویه قبادیان از داروی مرگ موش جان باختند. به نقل از والدان آنها در کودکان سرگرم بازی نیمروز علامت‌های بیماری هویدا شد. ابرار ترسونوف پدر بیبی روبیا و عمک مفزونه به رادیوی آزادی گفت آن روز کودک‌ها بازی خوب داشتند ولی نصف روزی ناتاب شده گفتند که از بیخ دیوار پیچینی خوردند. به نقل ابرار ترسونوف خانواده این داروی زهرآگین را برای نیست کردن موش در خانه نگاه می داشت و او نقل کرد که دخترم گفت که پیچینی سیاه پیدا کرده خوردن که مزهش تلخ بوده است. پرسیدم از کجا گرفتید؟ گفتند که از یک کنج خانه پیدا کردیم. این پیچینی مرگ موش بوده است که آنها خوردند. این خانواده میگوید که اگر مرگ موش ظاهرا به خوردنی مانند نمی بود شاید به این فاجعه روبرو نمی شدند. طبیبان هم هلاکت این دو نابالغ از نوعه قبادیان از داروی مرگ موش را تصدیق کردند. به گفته طبیبان بیمارستان مرکزی قبادیان اگر این دو کودک رو سری وقت به شفاخانه می آوردند احتمال زنده ماندنشان وجود داشت. تیمور توشیف و سردختور بیمارستان نویه قبادیان گفت که دارو یا مرگ موش از معده کودک‌ها به خونشان رسیده بود و یک ساعت 10 شب و دیگری صبح جان دادند. مرگ کودکان خردسال در نویه قبادیان از داروی مرگ موش که ظاهرا شبیه پیچین یا قلچکان می باشد در ختلان حادثه اول نیست. روز 28 سپتامبر سال گذشته وارث اشمرودوف خواننده صنف ششم مکتب شماره 3 دهه عربخانه قبادیان از خوردن همین دارو جان داده بود. کبریا خالق و مادر وارث به رادیو آزادی گفت که پسرش در پادبانی بود و گرسنه به خانه برگشت و مرگ موش را که مثل پیچینی بود خورد و جان داد. والدان از این نگرانی میکنند که چرا مقامات به فروش این نمود داروی زهرآگین که به خوراکواری مانند است در حدود نویه اجازه دادند. این دو خانواده محل فروش داروی مرگ موش را میدانند و میگویند که باید بازچسب و نوشتجات در مورد خطر آن داشته باشد. اما در همین حال یک زن فعال در نویه قبادیان گفت او جز خانواده که در خریداری داروهای زهرآگین از احتیاط کار نمیگیرند کسی دیگر را گناهکار نمیداند. به نظر من فروشنده ها گناهی ندارند، باید زهر یا مرگ موش جای به خطر از بچه ها گذاشته شود، گفت این مصاحبه رادیوی آزادی. و بینندگان عزیز درود میفرستم به همه اون عزیزانی که همین لحظه ها به ما پیوستند و تشکر میگویم که ما را همراهی دارید و چند دقیقتان رو برای شنیدن خبرهای تازه میبخشید و من خبرها رو با نوگانی ها از خارج کشور ادامه میدهم. یک مرگ طلب در افغانستان روز 31 اکتبر 7 نفر را در نزدیکی بزرگترین زندان افغانستان کشت. در این حمله یک مامور و یک پاسبان زندان به هلاکت رسیدند. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت فردی مرگ طلب اتوبوسی حامل کارمندان زندان را هدف گرفته است. در زندان پل چرخی در کنار شهر کابل صدها محبوس از جمله جنگجویان طالب را نگاه می‌دارند. به گفته عبادالله کریمی یکی از مقام زندان حمله در نزدیکی دروازه زندان در جایی که تعدادی از مردم برای ورود نوبت می‌ایستادند صورت گرفت. در نتیجه ترکیش 5 نفر دیگر جراحت برداشتند. کسی تا به حال مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است.
مقامات دنیا ایران را به آن متهم کردند که میخواست یکی از مخالفین عرب تباری حکومت را در قلمرو این کشور عضو اتحادیه اروپا بکشد. فین بورچ اندرسن رئیس خدمات اطلاعاتی دنیا روز 30 اکتبر به خبرنگاران گفت که یک ایرانی تباری دارای شناسنامه نروژ را با اتهام تشکیل سویکاست روز 21 اکتبر در شویتسیای همسایه دستگیر کردند. به گفته او این فرد در تشکیل سویکاست به جان یکی از رهبران جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز متهم می شود. بورچ اندرسن گفت که تعرضی هر گونه سویکاست در قلمرو کشورش غیر قابل قبول است و آنها مسئله اندیشیدن چاره به ضد ایران را در جلسه آینده اتحادیه اروپا بررسی میکنند. فرد بازداشت شده و ایران این اتهامات را رد کردند، ولی در گذشته ایران به حضور اعضای جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز در دنیا اعتراض کرده است. این سازمان میخواهد عرب‌های ولایت خوزستان ایران کشور خودشان را داشته باشند. بازم برمیگردم به خبرهای تاجیکستان. برف غافلگیر و غیر منتظره در 2 هفته پیش حدود 2000 تن کارتوشکای کشاورزانی فقط 2 دهه نوحه کوهستان مهجور تلف داد. اما خود دهقانان ضرر مهنت خود را تا 4000 تن ارزیابی میکنند. محمد ناصر عوض رهبر یک خواجگی دهقانی در دهه سابق از کوهستان مهجور سالانه از 250 گکتار تا 1000 تن کارتوشکا میگرفت، اما امسال تنها 20% محصولات کشت خود را جمع آوری کرد و باقی مانده حاصل را سردی زده است. او میگوید باریدن برف اول باعث شد تا 12 سانتی متر زیر زمین یخ کند و تمام کارتوشکا را تلف کرد. سردی که به گفته محمد ناصر عوض و 40 سال اخیر دهقانان در یاد نداشتند. کشاورزان که بیش از دیگران از سردی و گرمی و دیگر تغییرات هوا وابسته هستند میگویند هر موسم حکمت خود را دارد و آنها که علاقه زحمت مهنت خود را از دست دادند دیگر از دستشان کار نمی آید. رهبر دیگر خواجگی دهقانی در دهه تبوش میگوید سالهای قبل کارتوشکای او حتی تا ازبکستان هم صادر میشد. اکنون امسال نمیتواند حتی خراجات کشت رو پوشاند. اما کمیسیون ویژه حکومت نویه ضرر پیشکی رسیده به کشاورزان این 2 دهه را بیشتر از 1500 تن حساب کرده است، ولی خود دهقانان میگویند از حاصل جمع آورده شدن چندان فایده زیاد به دست نمیآورند و این را تلف یافته ارزیابی میکنند، چون به گفته آنها بعد زیر برف ماندن آنها نمیتوانند کارتوشکا را ذخیره کنند تا در فصلهای بعدی با نرخ دلخواهشان به بازار برآورند و مجبورند حالا همش را با نرخ ارزان فروشند. اقتصاددان ها میگن تلفی محصولات دهقانان میتواند بازارها را با کمبود محصولات روبرو کند. اکثر عائله های تاجیکستان که سرفرزند بوده درآمد زیاد ندارند، بیشتر از 2 محصولات نان و کارتوشکا استفاده میبرند. کارتوشکا در برابر نان خوراک اصلی خانواده های تاجیک است که 30% زیر خط فقر به سر برده روزانه تا $2 مصرف میکنند. حالا نرخ 1 کیلوگرم کارتوشکا در بازارها 3 سومانی یا به 33 سنت برابر است. تاجیکستان برای تامین اهالیش با کارتوشکا خودکفا نیست. سالانه در تاجیکستان به حساب میانه تا 400,000 تن کارتوشکا جمع آوری می شود، ولی طلبات اهالی به این نوع محصولات از 600,000 تن بیشتر است. و دادگاه اقتصادی ولایت ختلان هواپیمای نوی ایروبوس A320 شرکت ایست ایر را به حبس گرفت و روز 30 نوامبر آن را به فروش گذاشت. 4 سال پیش هنگام نشست در فرودگاه کلوب یک چرخ این هواپیما آسیب دید. به دنبال این حادثه فعالیت ایست ایر تفتیش و مجوز فعالیتش بازپس گرفته شد. این هواپیما با شکایت شرکت پروازی نو که کارشریک ایست ایر در تاجیکستان بود به حبس گرفته شد. این شرکت دعوا دارد که ایست ایر شرطنامه آنها را نقض کرده است و بیش از 3 میلیون سومانی از آنها قرضدار است. این نوع هواپیما در بازار نزدیک 50 میلیون نرخ دارد، ولی در مزایده‌ای که 30 نوامبر اعلان شد ارزش ابتدایی آن 2,300,000 سومانی بیش از $230,000 آمریکایی گفته شد. با اطلاع مقامات صاحبان این هواپیما فعلا در شهر شارجه امارات متحده عرب قرار دارند و از روی حادثه حبس هواپیما هنوز شکایت نکردند. ایست ایر شرکت سهامی بوده 51% سهمیه‌هایش به یک شهروند تاجیکستان که نخواسته بود نامش آشکار شود و 49% دیگر به یک شهروند آلمان تعلق دارد. این شرکت که 10 سال در تاجیکستان فعالیت داشت با 5 هواپیما از جمله 3 هواپیمای تمغه ایروبوس A320 و 2 هواپیمای بوینگ 737 از قرغانتپه و کلوب به شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، یکاترینبورگ، نوسیبیرسک، قزان و اورنبورگ روسیه پروازها انجام میداد. قبلا مسئولان این شرکت گفته بودند که در بازار پروازهای هوایی تاجیکستان که با نرخ‌های سوم آسمانیش شهرت دارد، نرخ چیپته آنها نسبت به دیگر شرکت‌ها همیشه دست کم $50 ارزان‌تر بود و در نهایت محض همین ارزان فروشی سر شرکت آنها را خورد. ولادیمیر کویموف رهبر شرکت ایست ایر در صحبت
3 سال پیش با رادیو آزادی گفته بود که فعالیت آنها با دخالت رقیبان در تاجیکستان منع شد. مقامات تاجیکستان این ادعا را رد کرده گفته بودند که این شرکت بنابر رعایت نکردن طلبات بخطری بسته شد. مراجعه‌های چندین کرته کویموف به مقامات گوناگون تاجیکستان جهت دوباره به دست آوردن حق کار در این شرکت نتیجه نداد. حالا بیشتر پروازها را در تاجیکستان همگی دو شرکت ملی تاجیک ایر و سامان ایر انجام میدهند. و بینندگان عزیز، در این قسمت صحبت بازم توجه شما را به قرب اسعار خارجی در بانک‌های تاجیکستان جلب میکنم، چنانکه که شما بیشتر از ما در این باره سوال میکنید. طبق قرب معین کرده بانک ملی تاجیکستان امروز $1 به 9 سومانی و 42 درهم عوض کرده می شود و 1000 روبل روسی باشد با 143 سومانی و 30 درهم خرید و فروش می گردد. و این چند خبری بود که من تو این لحظه در دست داشتم. البته فراموش نکنید خبرهای ما بیشتر از این است و من همه شما عزیزان را بعد از 3 ساعت دیگر بازم در پخش مستقیم و با تقدیم سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان منتظر می شوم. فراموش نکنید ما الکی به وقت زمستانه گذاشتیم و 1 ساعت دیرتر شما این برنامه‌های ما را میتونید تماشا کنید. سپاس که با ما بودید و من همه شما را بعد از 3 ساعت دیگر بازم منتظرم. خدا نگهدار.